سلام رفقای عزیز، این دفعه هم آشنا میشیم با ترفند یا برنامه‌ای به نام Hidden Recorder Full که برخلاف ظاهر ساده برنامه‌اش میتونه به طور مخفیانه حتی با خاموش بودن صفحه گوشیتون چه از دوربین عقب یا سلفی گوشی براتون فیلم بگیره یا حتی صدا ضبط کنه که ممکنه خیلی جاها به طور مثبت به کارتون بیاد. از نظر جنبه منفیش هم بهتر از وجود همچین برنامه‌های آگاه باشید. نسخه کامل این برنامه رو میتونید از گوگل بگیرید که چون این ویدیو رو داخل یوتیوب میذارم نمیتونم اسم سایت رو بگم. فقط کافیه همینطوری که تو کپشن نوشتم اسمش رو داخل گوگل بنویسید و اولین سایتی که میاره که سایت خیلی معروفی هم هست وارد بشید، دانلود کنید و نصب کنید. پس اول نصبش کنید و بریم که خیلی سریع تنظیماتش رو بهتون بگم که خیلی ساده است. بعد از اینکه برنامه رو نصب کردید آیکونش به این شکله و اسمش رو هم نوشته منیجر. وارد برنامه میشیم. صفحه تنظیمات این برنامه به خاطر شلوغیش گیجتون نکنه، خیلی ساده است که از 4 بخش اصلی تشکیل شده که با این خطای توسی از همدیگه جدا شدن. نکته مهم اینه که تنظیماتی که میگم رو انجام بدید وگرنه کیفیت ویدیویی که ضبط میکنه خیلی پایین میاد. اولین قسمت فایله که 3 تا گزینه هم داره. 2 تا گزینه پایینی زیاد مهم نیستن. اولین گزینه شود ریکوردینگز که وقتی چیزی رو ضبط میکنید میتونید این گزینه رو بزنید و اون رو ببینید. چون چیزی ضبط نکردیم پس مسلما الان فایلی رو به ما نشون نمیده. قبل از اینکه قسمت دوم رو بهتون بگم حتما باید قسمت سوم برنامه رو یک بار برای همیشه تنظیم کنیم. قسمت سوم 4 تا گزینه داره که مهمترین تنظیمات این برنامه. گزینه اول مشخص میکنه که میخوایم صدا ضبط کنیم یا فیلم بگیریم که به طور پیش‌فرض روی صداه، یه دونه که روش بزنیم به فیلم تبدیل میشه و حالا میتونیم فیلم ضبط کنیم. گزینه دوم که خیلی مهمه رو میزنیم و وارد این منو میشیم. گزینه اول مشخص میکنه که با دوربین جلو میخوایم فیلم بگیریم یا با دوربین پشت که اگه روی ریر باشه با دوربین پشت فیلم میگیره و اگه روی فرانت بذاریم با دوربین جلو فیلم میگیره. گزینه دوم که مهمترین تنظیم برنامه است ویدیو کوالیتیه که اون رو میزنیم و میبینیم روی لو تنظیم شده. اون رو روی های میذاریم تا بتونیم با بالاترین کیفیت دوربینمون ویدیو ضبط کنیم. گزینه سوم هم مطمئن باشید روشن باشه، اینجوری صدای بیپ اول ضبط رو از بین میبره. به صفحه اصلی برمیگردیم. گزینه سوم نوتیفیکیشن داته که تنها ردی که از این برنامه میمونه همون دایره کوچیکیه که تو قسمت نوتیفیکیشن میبینید که اگه میخواید حتی اونم نشون نده میتونید این گزینه رو خاموش کنید تا اونم بره. و گزینه چهارم که مربوط به کیفیت صداست که بهش دست نزنید که روی بالاترین کیفیت خودش تنظیم شده. مهمترین بخش برنامه همین بخش سوم بود که خیلی خوب تنظیمش کردیم. میریم بخش دوم تا ضبط رو شروع کنیم. بخش دوم که اسمش ریکوردینگ اکتیویشن گزینه مهمی نداره، فقط تیک این گزینه دوم رو بردارید تا برنامه درست کار کنه. حالا برای شروع ضبط هم کافی این گزینه اول یعنی ریکورد نو رو بزنید تا با توجه به تنظیماتی که انجام دادید براتون ضبط کنه. وقتی میزنیم میبینیم که از برنامه خارج میشه و بدون هیچ ردی الان داره ضبط میکنه. حتی اگه صفحه گوشیتون رو هم خاموش کنید به ضبط خودش ادامه میده. هر موقع هم خواستیم ضبط رو تموم کنیم به محیط برنامه برمیگردیم و توی همون بخش دومی گزینه اول به جای ریکورد نو نوشته استاپ ریکوردینگ که چون من الان از صفحه فیلم برداری میکنم ضبط رو برای من شروع نکرد، اما شما وقتی برمیگردید اینجا نوشته استاپ ریکوردینگ و داره چشمک میزنه که اگه روش بزنید ضبط رو براتون تموم میکنه. وقتی که ضبط رو تموم کردید همونطوری که اول آموزش گفتم میره تو گزینه اول یعنی شود ریکوردینگ که الان اگه بزنیم یه دونه فایل ضبط کردیم که اگه روش بزنیم میتونیم اون رو پلی کنیم، حذفش کنیم، برای کسی بفرستیم یا اسمش رو تغییر بدیم. مهمترین تنظیمات این برنامه رو گفتم و کار دیگه ای نیاز نیست انجام بدید. فقط 2 تا نکته میمونه. نکته اول این که این ویدیوها یا صداها داخل گالریتون ذخیره نمیشن و میتونید با این گزینه دوم یعنی اوتپوت دایرکتوری مکان ذخیره شدن اونا رو توی گوشیتون مشخص کنید. و نکته دوم هم مربوط به بخش آخر یعنی بخش چهارم برنامه است که گزینه اول پسورده. میتونید برای اینکه کسی وارد این برنامه نشه براش رمز بذارید یا اگه از رنگ بندی برنامه خوشتون نمیاد میتونید با گزینه دوم یعنی اپتم رنگ برنامه رو تغییر بدید. برنامه خیلی خوبی و تنظیمات ساده‌ای داره و کلی کارهای مثبت میشه باش انجام داد. از نظر منفی هم این که هر کسی چطور از امکانات استفاده میکنه بستگی به شخصیت و فرهنگ خودش داره. وظیفه من اینه که شما رو از وجود همچین برنامه‌ای آگاه کنم. بازم یادآوری میکنم که اسم برنامه رو داخل کپشن گذاشتم و دقیقاً همین اسم رو داخل گوگل سرچ کنید. شما میتونید این ترفندها و آموزش‌ها رو با کیفیت اصلی داخل کانال یوتیوب من که لینکش داخل بیو هست ببینید. سابسکرایب و زدن زنگوله فراموش نشه. اگر هم از اینستاگرام میبینید لطف میکنید لایک و فالو کنید. موفق باشید.